به خاطر قدم‌های مبارک شما یک بار دیگر سپاس میگویم از نام همه هنرمندانی که اینجا در روی صحنه در پشت صحنه مهنت میکنند. واقعا از چهره‌های همه شما پیداست که این لحظه را خیلی زیاد انتظار بودید و باور کنید هنر سین و سال، پیری و جوانی، کودکی و بلاغت را نمیپذیرد. هنر را همگی برابر دوست می‌دارند. چون که من اینجا می‌بینم از دختران جوان، پسرهای جوان سرکرده تا کودکان و پیرانسالان، آدمان کلانسال، همه در زیر این سقف پر از نور و از این جمع آمدند. همه ما را فقط یک چیز متحد کرده است: محبت، احترام به هنر و هنرمند. خیر، من تمنا میکنم که هر روز شما مثل امروز باشد. بیهوده نگفتند ما میگذاریم، این جهان میماند، این عالم پیر جاودان میماند. هر نیک و بدی که کرده ایم در عالم در دفتر زندگی همان میماند. اینجا میخواهم به پدر و مادر شهزاد سپاس بگویم، به روح پرفتوح پدر ارجمندش، به خاندان و عائله که در آن عائله شهزاد به دنیا آمد هستند. اهل خانواده شهزاد دورانی یک قرصک بزنید، اهل خانوادهش. و بداهتاً میخواهم تاکید بکنم به اهل خاندانش، به خانومش و فرزندانش که این مرد نجیب را نگهداری بکنید، احتیاطش بکنید، زیرا گنج ملت است، ثروت ملت است و برای این ملت همچون یک دستاورد نایاب و بی‌بها شهزاد جان لازم است. خوب اینک دوستان عزیز، من با کمال احترام میخواهم ترانه های نو به نو را شهزاد جان حالا پیشکش شما بکند، ولی در آخر نگوید که نرقصیدیم. من میخواهم که همه برقصید، شادی کنید. امروز روز ماست، موسم عشق آمده است. به مناسبت آمدن موسم عشق من همه شما را تبریک میگویم و شهزاد دوران را با کفکوبی های پرموج شما به صحنه میخوانم. مرحبا. دریغا از جهان من پدر رفت، مدار و قوتم نوری بسر رفت. ستونی خاندانم فیض خانم، مرا بنهاد دنیای دیگر رفت. ستونی خاندانم فیض خانم، مرا بنهاد دنیای دیگر رفت. مرا بنهاد دنیای دیگر رفت. با چشمم خاندانم گشته به نور، چراغی منزلم شمس و قمر رفت. چراغی منزلم شمس و قمر رفت. برایم پندی و بالازی زر بود، چه چاره از کفی من کان زر رفت. چه چاره از کفی من کان زر رفت.
قسمتی اهلی خموشان مرا از زندگانی زیب و فرفت مرا از زندگانی زیب و فرفت پسی تابوتی و با جمعی یاران شهانی با فیغان خونی جگر رفت شهانی با فیغان خونی جگر رفت دریغا از جهانی من پدر رفت مدار و قوتم نوری بسر رفت ستونی خاندانم فیضی خانم مرا بنهاد دنیای دیگر رفت مرا بنهاد دنیای دیگر رفت دوستان عزیز پدرایی که از دنیا گذشتند بگذار روحشان شاد باشد پدرایی که زنده در حیات هستند عمرشان دراز باشد همیشه دعاگوی فرزندا باشند دوستان عزیز نگفتن امانت که اینجا یک چیز رو فراموش کردیم که ترانه پدر از یجدات استاد عزیز ما استاد شهانی یک خرز به افتخارشان در همینجا نشستند استاد عزیز قدم رنجه کردید قدماتان نور باشد قریب که همه ترانه های استاد زندیات سبحان سعید از ایجادات ایشان است یک خرز میزنیم عزیزان اگر ملال نباشد صدقه قدماتان استاد خوش آمدید